داستان معروف شدن بازیگرای ایرانی قسمت دوم. بازیگر اول یه روز در حال رانندگی بوده پشت چراغ قرمز که دست بر قضا کارگردان میبینتش و میگه این چقدر خوبه واسه فیلم من. انتخابش میکنه برای فیلم طعم گیلاس که کارگردانش آقای کیارستمی بوده و بازیگرش همایون ارشادی. بازیگر دوم داشته تنیس بازی میکرده که یه روز هومن صیادی میبینتش همونجا و بهش میگه بیا تو فیلم من بازی کن. اسم فیلم هست آفریقا و این بازیگر کسی نیست جز امیر جدیدی. بازیگر بعدی شغلش منشی صحنگی بوده. یه روز داشته منشی صحنگیشو میکرده که آقای رضا عطاران ازش میخواد تا بیا تو سریال جدیدش یعنی خانه به دوش بازی کنه. اسم این بازیگر بهنوش بختیاریه. بازیگر آخر 3 سالش بوده، با مامانش فروشگاه بوده، رفته بودن خرید. انقدر بامزه بوده عوامل یکی از این فیلم‌ها میبینتش، از مادرش اجازه میگیره، عکسشو برای کارگردان میفرسته و انتخاب میشه برای فیلم. اینجوری میشه که ترلان پروانه وارد دنیای بازیگری میشه. حالا شما بگید اگه قرار باشه شما اتفاقی بازیگر شید فکر میکنید کجاه و چه جوری این اتفاق میفته؟